کنسرت جدید ولی اجازی با آریانا سعید در کانادا. چرا آریانا سعید خواسته با ولی اجازی کنسرت اجرا کند؟ این کنسرت به کدام تاریخ برگزار خواهد شد؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. ولی اجازی هنرمند پاپخوان و در ضمن هنرمند مشهور در میان فارسی زبانان جهان است. ولی اجازی زاده سال 1986 در کشور ایران بوده است. پدر و مادر وی ایراتی است. ولی اجازی در سن نوجوانی به کشور آلمان مهاجرت کرده است و دوره لیسه و تحصیلات عالی خود را در کشور آلمان به اتمام رسانیده است. معشوق و استاد وی نصرت پارسا است. اولین آلبوم ولی اجازی در سال 2007 توسط کمپانی بزرگ موسیقی اونگ ایرانی ارائه شده است و مشهورترین آهنگ وی بیا تو بود که ولی اجازی را در میان مردم به شهرت رساند. ولی اجازی عروسی نکرده است و دارای آهنگ‌های فراوانی است. ولی اجازی کنسرت‌های مختلفی در سرتاسر جهان برگزار می‌کند و تعداد علاقه‌مندان وی و اشتراک کننده ها در کنسرت وی بیشمار می باشد. ولی اجازی این بار خواسته با ملکه صدای افغانستان آریانا سعید کنسرت مشترک را با همکاری مالی تلویزیون توتی در کانادا برگزار کند که آریانا سعید هم برگزاری این کنسرت را با ولی اجازی قبول کرده است. این همه در حالی است که در این روزها بازار برگزاری کنسرت ها در میان همه افغان ها گرم بوده است به خاطر تجلیل از سال نو میلادی. قرار است این کنسرت در ماه ژانویه سال نو میلادی در کانادا برگزار شود. به هر صورت ما آرزوی موفقیت، سلامتی و طول عمر برایشان داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.